اجتماع چیزی نیست جز اون جمعی که مبتنی بر زبان شاعرانه ایجاد شده. چون گفتم میگه چی؟ میگه زبان ما زبان اطلاع رسانه. ما یه انسان این طرف داریم، یه انسان اون طرف، یه زبانی که پیامی منتقل میکنه. اگه این دوتا ذهن میتونستن به هم وصل شن نیازی به زبان نبود، ولی چون نمیتونن وصل شن نیاز به زبان هست. اما یه نکته دیگه میگه این زبان اطلاع رسان این کار ما نیست، این کار شاعران نیست. کار شاعر چیه؟ زبان اطلاع رسان میگه چی کار میکنه؟ میگه جهانو میکشه، به جاش واژه میسازه، درخت میسازه، خونه میسازه، زن میسازه و امثال هم. اون خود جهان رو حذف میکنه و دنیای مفهوم میسازه و ما با مفاهیم با همدیگه گفتگو میکنیم. اما میگه زبان شعر ایده و مفهوم رو هم حذف میکنه. فقط بازی کلمات، بازی واژه هاست. چرا؟ چون در بازی این واژه ها با همدیگه میگه یک جهان جدید خلق میشه، یک جهان جدید که البته معنا داره، که البته سخت خوندنش و البته سخت ادراکش. به همین دلیل هم میگه آدم ها کمتر با شعر در پیوند قرار میگیرن. اما شعر در واقع جهان غیابه، یعنی در واقع جهانی است که در واقع میخواد مرگ را بر جهان حاکم کنه که در واقع شعر خلق بشه. باید از این واقعیت گذر کرد تا بتونیم یک جهان دیگر بسازیم. اما توی گفتگو با لویناس میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اخلاق هم همینه. لویناس چی میگفت؟ لویناس میگفت کی اخلاق ممکن میشه؟ اون موقع بلانشو به ما میگفت لویناس به ما میگه اخلاق زمانی ممکن میشه که کسی ضعیف بر تو عارض بشه، به خصوص کودک. وقتی ضعیف بر تو عارض میشه چه کار حادث میشه؟ تو منفعل میشه. میگه شاعرانگی یعنی همین امکان انفعال، یعنی این که وقتی یه گدایی دستشو دراز کرد به سمت تو، یه کسی گفت کمک میخوام ازت، یه کسی به تو رجوع کرد، یه کودک، یک پیرزن، یه بیمار، هر جایی که اخلاق میگه این فهم ارزش‌های کانتی نیست که کانت مطرح کرده، بلکه انفعاله، یعنی حذف من، حذف در واقع این که من برم عقب، خودمو ببرم عقب که چی بر من عارض بشه. میگه این بزرگترین انفعالی است که شاعر در مقابل زبان داره. شاعر خودشو میکشه عقب تا زبان او را احاطه کنه. مثل رخدادی که آلن بدیو میگفت در هنر اتفاق میفته. شما آدمای زیادی رو دیدین تو زندگیتون اما بر یک اسم عشق میذارین. شما کارهای زیادی رو دیدین اما بر یک اسم هنر میذارین. چرا؟ چون حاله ای از نیرو بر تو و معشوق عارض میشه که دوتاییتون معیار این اگه میخواین بفهمین عاشق هستین یا نه. انسان ما قبل از اون رخداد دیگه نیستین. به همین دلیل به اون لحظه میگین من عاشق شدم. هنرم همینه. هنر و شاعرانگی، شعر خوب شعریه که زمانی که خوندینش دیگه بعدش دیگه اون آدم قبلی نباشی، یک انسان متفاوت باشی.